من یه چیز بگم. بگو. میخوام همونی که از اول رابطه بخوام شروع بکنم. همونی که تو گفتی همیشه میدونیم، یعنی همیشه داریم با دوستام صحبت میکنیم آقا من چجوری با این اوکیشم، چیکار کنم با فلانی اوکیشم، یعنی همه یه جورایی دارن اینو یاد میگیرن، ولی هیچ موقع تش نمیرسه که آقا من چجوری با این کات کنم یا چجوری رابطه رو تمام کنم. بیس رابطه از اول رابطه اصلا میخوام شروع بکنیم. اوکی تو آشنا شدی، خوب پیش رفته، تا یه جایی رفته جلو. اولین مشکل چی میشه؟ اینه که تو از طرف خسته میشی یا اینکه میفهمی طرف برای تو نیست. و بزرگترین اشتباه از نظر من واقعا اینه که تو اون رابطه بمونی فقط به خاطر هر ترسی که ممکنه خیلی بده واقعا. من خودم این کارو کردم، خودم به کسی صدمه زدم به خاطر اینکه دلم نمیومد باش کات بکنم. یه تایم باش مونده بودم که مثلا بگم با که من هستم حالا تا بفهمم چجوری کات بکنم، ولی اون طرف تو اون تایم بیشتر ضربه خورد، بیشتر وابسته میشه خیلی. بعد تو چون هی خودت سرد میکنی، هی میکشی عقب، بعد طرف اینجایی که وای چرا این داره اینجوری میشه. آره ببین یه چیزی که هست تو این نظر من، ما یه اشکالی که داریم اینه که یا کلا آینده نگر نیستیم یا خیلی رویا پردازیم. یعنی وارد رابطه میشیم به خودمون نمیگیم که آقا این رابطه ای که تو توی مثلا 16 17 سالگی توشی قرار نیست که تا 38 سالگی ادامه داشته باشه، حتما با یارو ازدواج کنی. اصولا تو اون سنی چون یکم جو زده‌ای و مثلا چند تا فیلم هم دیدی که فرست لاف فلانه و 20 سال دیگه مسش تکرار نمیشه و اینا، تو میگی من تا ابد با اینم. این دیگه حالت خیلی مثبت نگره که خب اون آدم ضربه میبینه. از یه طرفم میدونی مثلا اینطوریه که دیگه نمیبینه مثلا نمیگه که آقا من قراره با این یه روزی کات کنم واقعا، و اینو نمیپذیره از همون اول. هر روز ترسش هم حتی هر چی بیشتر احساسش به یارو بیشتر میشه، ترسش هم نسبت به این که این آدم بره وابستگیش داره بیشتر و بیشتر میشه دیگه. آره و این باعث میشه که ضربه خیلی سنگین این باشه که اون اول که میریم تو رابطه شروع میکنیم راجع به آینده‌ای که اصلا ممکنه اتفاق نیفته تصور میکنیم. دخترها که معمولا این شکلی هستن، پسرا هم اینجوری هستن و خب ببین ناخودآگاهته. تو وقتی که طرفو پیدا میکنی اینجوری که آقا این فکر کنم اونه ها، اون آدم است. وقتی که احساس میکنی اون آدم است ناخودآگاه میگی خب آقا من تو لول‌های مختلف چیکار باید بکنم. آره. ولی خب ما داریم به این میپردازیم. هزار ماشاءالله ببین برای اینترو، برای وسط رابطه، برای اوایل رابطه، اینجای هر چیزی که بخوای آموزش هست. ولی واقعا برای پایان بندیش نیست. اصلا نیست. و اونجایی که آموزش درست نیست الگو پس هست و اونجایی که الگو هست باید ببینیم الگوامون کیان. من چیزی که از رابطه حالا آریا و کوثر برداشت میکنم اینه که چرا این حاشیه پیش اومد، به خاطر اینکه رابطهشون درست تموم نشد. یعنی کاملا مشخصه که خیلی وقت بوده این رابطه برای آریا تموم شده بوده و دیگه نمیخواستش، خیلی سریعتر میخواسته مووان بکنه. یعنی بیشتر به نظر میاد بیشتر تو ذهن آریا این شکلی بوده. حالا از اونم یه جورایی میدونی احساس میکنم درک میکنم که تو یه سری موقع نمیتونی کات بکنی، انگار واقعا انقدر آسون نیست. آره وابسته میشه. ولی این عادته. یکی از بزرگترین مشکل به نظر می بودش که وقتی تو توی تکست تموم میکنی همه چیز برای طرف تموم نمیشه. مخصوصا وقتی که تو یکم شناخته شدی، تو باید بدونی که اوکی آقا ما داریم با هم دیگه کات میکنیم، این رابطه قراره تموم شه و پس بیا راجع به این موضوع صحبت بکنیم و راجع به این موضوع صحبت نکنیم. من کات دارم میکنم به این دلیل به این دلیل. یعنی تو کاملا مشخص میکنی همه سوالای طرف مقابل تو جواب میدی و بعد رابطه رو تموم میکنی و به خاطر همین دیگه پیش نمیاد که طرف مقابل فکر کنی آقا شاید این یارو به من خیانت کرده، شاید چه میدونم مثلا با 1000 نفر دیگه بوده یا 1000 تا سوال دیگه براش اصلا پیش نمیاد اگه درست تموم بشه این رابطه. ببین به نظر من یه بخشی از این که این چیزای سم یا تاکسیک اتفاق میفته خود مردمه. یعنی مخصوصا برای سلبریتی ها. ببین انقدر داغ میکنن. الان من برات مثال میزنم. الان ربکا و آرتا اصلا از هم جدا شدن، اصلا زیاد کسی اصلا نفهمید، خیلی سیف نگرش داشتن بین خودشون. یا مثلا جاستین بیبر و سلنا گومز. بعد مردم بابا مثلا یارو ازدواج کرده جاستین بیبر، هنوز فن پیج داره که نه تو فقط برای سلنا خوبی. بابا تو کی اصلا تشخیص بدی کی برای کی خوبه؟ تو برای خودت خوبه رو نمیتونی پیدا کنی، میخوای بری برای مردم پیدا کنی؟ آفرین. به نظر من مثلا جاستین بیبر خیلی احمقه که سلنا گومز رو ول کرد. بابا اصلا من شاید میام من جفتشون رو اصلا گوش میدم.
گوش نمیدم دروغ. ولی مثلا تو اصلا شاید ندونی واقعا، شاید واقعا رفت و ببین به نظر من توی رابطه ببین همه یه سری آدما یه سری بدی دارن و صرفا رابطه‌ای موفقه که تو یه شخصیتی هستی که با بدیای اون طرف میتونی بسازی. ممکنه آقا من میگم من طرفم دروغ بگه هیچ جوره نمیتونم بسازم، ولی این که مثلا بد قول دیر میاد اوکیه. درست. مثلا میدونم به چی میگم، یعنی مثلا با اون کاراکتر بعدش میتونم بسازم، ولی یه سری هستن که کاراکتر بد یارو میبینن و باز هم مثلا به خاطر پول، به خاطر فیس یارو، به خاطر هر چی باز هم میرن تو رابطه و از این مینالن که ما مثلا ضربه خوردیم. آقا تو مخصوصا تو این سلبریتی ها وقتی با یکی وارد رابطه میشی باید بدونی که این ممکنه خیلی امکان تموم شدنش بیشتره، چون یارو سلبریتیه، همیشه براش چیزای بهتر هست. اگه تو یکم بد بشی اون که با آدم بد دوست نداره بمونه، اون حداقل حق انتخاب داره دیگه. 100% حق انتخاب داره و این چیزی که گفتش مردم خیلی من باش موافقم. ببین آره. رابطه آتوسا و جیدال زمانی که تموم شد انقدر خوب بدون حاشیه و اینا تموم شد که مردم گفتن آقا دروغ 13 مگه میشه یه زوج با